الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، امروز هم که باشد به سمع شما یک دعای را از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسانم. دعا در بابت انسان هرگاه به مشکلات روبرو می شود. علل خصوص امروز همه مسلمان های روی دنیا بر یک مشکلات روبرو هستند که همگیت از این آگاه هستید. پیش از آغاز صحبت یک دعا کنیم که الله متعال این مشکلاتی که امروزه در جامعه آمده است، الله متعال از بالای من و شما برداشته بگرداند و بیمارای امت اسلام را که در هر گوشه و کنار دنیا هستند، الله متعال از خزانه غیب خودش به ایشان شفای کامل عاجل نصیب بگرداند. آنهایی که در زندان هستند، الله متعال آزاد شو بگرداند. آنهایی که به توفیق شدن، پروردگار را هدایت برشون نصیب بگرداند. و آنهایی که به فرزند هستند، پروردگار مهربان فرزند صالحه نصیب بگرداند. آنهایی که به حیا هستند، الله متعال حیا نصیب روزیشو بگرداند. و آنهایی که در زیر خاک هستند، از این دنیا رحلت کردن، پروردگار مهربان قبرهای ایشان را روضه از روضه های جنت بگردان و روحهای ایشان را پرنور بگردان. آمین. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما و شما دعای تعلیم دادن. عزیزان با دقت گوش کنید و این نوار را میتونید به یار و دوستان خود تقسیم کنید تا که در ثواب اونها شما شریک باشید. و یک نقطه مهمی است امروز میخواهم بیان کنم. برادران عزیز، امروز اکثریت شما من میدونم که کرانتین هستید، در کرانتین هستید، یعنی در خونه بیکار هستید. کوشش کنید که در حفظ کردن، یعنی در اذیت کردن این دعاها کوتاهی نکنید. این دعا پیامبر میگه اسلحه مؤمن است. همین دعا را همیشه بر زبان برانید به اخلاص. انشاءالله الله متعال از مشکلات من شما را دور میگرداند. دعا چنین است: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. باز تکرار میکنم: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. این دعای بود از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. معنی دعا چگونه است؟ اللهم لا سهل، ای بارو خدایا آسانی نیست مگر آنچه تو آن را آسان گردانی. اللهم ای بارو خدایا لا سهل الا ما جعلته سهلا، نیست آسانی مگر تو او آسانی را چکا کنی برای بندگانت بخواهی. و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، و هر وقت بخواهی میگردانی بر بالای بندگانت آسانی را. هر وقت بخواهی میگردانی تو برای مشکلات رو چکا میکنی؟ میگردانی، آسان میکنی. مشکلات تبدیل به آسان میگردانی، یعنی مشکلات دور میکنی. این دعای بود از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم.